اکرم کجاست اپا؟ اکا در اونجاست. او یگید نیست. اکاد فرهاد است. آن شخصی که در آنجا خواب کرده است اکای توست. اکا؟ 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 اکای من، اکای شیرم، اکای فرهاد. Aşan bilir karnı dağın ardını, çeken bilir ayrılığın derdini. Bülbül kaça aldın aman 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 aman, gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman 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 ey, zamanı değil, zamanı değil. Bülbül kaça aldın aman 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 aman, gülün ardını, gülün ardını. Gül alıp satmanın aman aman aman. مرا ببخش اکا. رویم نمیشود که باید نگاه کنم. حق ندارم که تو رو به آغوش گیرم. غیر از بخشش تو امیده ندارم. مرا ببخش اکا. اکای شیرم، اکا. مادر ترک نکنید مرا نیز ببرید مادر. فرهاد پسرم بیا. مرا نیز ببرید، مرا ترک نکنید مادر. بیا پسرم بیا، در قفا نمون. مادر بهیاز جان، مادر جانم. آه پسر شیرینم. بیاز، بیاز، خواهر فرشته، خواهر بیگناه. اکای فرهاد. مرا ببخشید مادر، شما را حمایت کرده نتوانستم.
شما را تنها گذاشتم. نگو پسرم، این فیل نگو پسرم. با پاش و چشمانت قربان شوم جانم. تو مثل شیر پاکیزه ای پسرم. جوانی هستی که نقصانی نداری. تقدیر است و با پیشانه‌مون این نوشته شده است. اما خودت رو گناهکار نبین پسرم. هی، مگر من مادرت نیستم؟ با جان علاوه نکردم من پسرم. مادر شما رو سخت یاد میکنم. خودم رو اداره کرده نمیتوانم. مرا ترک نکنید التماس. تو در اینجا کاری بسیار داری پسرم. اگر خدا عمر داده باشد بدان که سبب و حکمت دارد. تو نصیحت پدرت رو فراموش نکنه. آدمی با عقل شو. از راه حق نبرو و از راه راست دور نشو. با پدرت پسری لایق باش. در حق ما دعایت رو کم نکن. ما میرویم آقای فرهاد. تو رو بسیار دوست می‌داریم. مادر این خیلی نکنه. التماس دارم. مرا نیز همراه ببره. پسرم، دادرت به تو امانت است. نیست. مادر جا دادرم نیست. در یزدان جو نیست. از را پیدا کرده نتوانستم. با او صاحب شده نتوانستم. آقای فرهاد، آقای ایازم در اونجاست. گل؟ فرهاد، اکنون بیا. پسرم، به نزد دادرت رفت. به نزد آقای ایازم رفت. بیا اکنون، بیا. Ayaz. 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 بیدار شدی. نهایت بیدار شدی. خواب دیدم. مرا ببخش. ببخش که فراموش کردم. مهم نیست. ایاز خوب است؟ خوبم. گل، با من چی شد که چیزی رو در یاد ندارم؟ خودت رو مانده نکن. بدتر به تو نقل میکنم. حالا باشد دم گیرم. شکر میکنم که خوب هستی.
خدایا به من مدد کن. التجا میکنم. قوه ده کتاب آرم. اکم را نویافتم و نمیخوام که او را باز از دست دهم. سلامت باش اپا. سلامت باش. نمیدونم که چخیل به تو تشکر گویم. با من دنیایی را هدیه کردی. تشکر. میدونم که هر دو از آب کشیدید. محبتی به هم دیگر داشته‌تان شما را شناس کرد. من چیزی نکردم. حالا میبینی وقتی میشود که کت رو تا سیر شدن به آغوش میگیری. باور دارم. اما تا آن رو صبر کن. کاشکی بیاز را نیز یافته میتوانستم. با این فکر از آب میکشم. بیاز خواهرم از پیش چشمانم نمیروی. این را از جیب اکای فرهاد یافتم. نفهمیدم که چرا این در دستی اوست. فکر میکردم که او آدمی قلیچ است و از پی من است. اینقدر ابله بودم. اینقدر بیعقل بودم. به دقت تمام گروه میرسانم که برای عیاش شنگول کد سرخ استفاده می شود. این شخص به نهایت خطرناک است. به دقت تمام گروه میرسانم که برای عیاش شنگول کد سرخ استفاده می شود. این پدرت بوده است؟ مادر جان به خدا که پدرم بوده است. هلدون خدا را شکر میکنم که باری وزنین را از من گرفتی، وگرنه دیوانه میشدم. این چیست؟ این همون ماشین است. در این جایند. ایستانارم کمک طلب میکنیم. 1810 مرکز.
دیدند. آیاز در بیرون پلیس آمده است، ما را یافتند، باید زود رویم. سفسطه نگو، او در این حالت چه میروی؟ نمیدونم، یگان راهش رو پیدا میکنیم. با دقت تمام گروه، مکان شخص فرار کرده عیان شد. با دقت تمام گروه. بسیار خوب. دیدی مدیر را سرزنش کردیم، فایده کرد. سری کارگری دولتی به زدن کار نمی کند. جناب، بعضم برای زدن سر هم نیافته جای خالی را می زند. آفرین ظفر، تو بسیار انکشاف یافته ای. فکری زیرکانه است. تشکر جناب، با شرافت شما. خیر، رفتیم از پس کار آن شدیم. از این برمی آمد که جوان ایاز در ایاس مانده است. یخ آوردم هلدون جان، کمی سرت رو بردار. ای پیک، مگر تو دیوان هستی؟ از یک طرف پسرت، از طرف دیگر تو مرا کشتنیت. ای من از کجا دانم که این توی؟ فکر کردم که عیاز است. با خدا که پدر منم عیاز گمون کردم. مویلبایتون رو نیز دادیدم. مویلبایتون رو بریدید؟ ای چوبی در دستت بوده را پرتاب، پسر احمق. از ترتگت را تر کرده ای، باز مویلبی مرا مسخره میکنی بی عقل. الو؟ ها، بله در خانه است، زود میگم. یک ثانیه. هلدون، جناب کلیچ زنگ میزنه. جناب کلیچ دیگر گپ زن. همه انقرگی لبای باید گویی نابکار. لبای پلیس جای ایاز را پیدا کرده است. نصیب امروز جنازه‌اش را نیز میخوانیم. تو خواب ناکرده به شرکت بیا تا که کار روزنامه را حل کنیم. خوب شده است. چی میگوید جانکم؟ جای ایاز را پیدا کردند. زنده بود. ای خدایا، شکری بی اندازه میکنم. مگر شما دیوانه هستید؟ آخر او را یافتن میپرانند یا کشته به مزار میگذارند. اما شما باشید شکرانه میکنید. شما چگونه انسان هستید؟ شرم کنید. اولا من باید شرم کنم. این را ببنده. توبه. جای دوزخ باشد ایاز، جای دوزخ باشد ایاز، جای دوزخ. ایاز، توی گیت رو گرفته ببر و تا آمدن گروهی یاری از در قفا بروید. نمی شود گل، من بی تو به یگان جا نمی روم. وقتی مناقشه کردن رو نداریم. آخر تو مرا درس دادی یا اینکه به من باور نمی کنی؟ ایاز، در محله پایان در کوچه راست مرا انتظار شوید. فهمم. برو ببر. نمی شود گل. اینها رو همراه ببرید. خوردنی دارو رو فراموش نکن. گل. ایاز، یگید به تو امانت است. گل بیا که رفتیم. اکنون بیایید. موشین به حرکت در آمد. میگریزد زودتر. 18 مرکز.
فهمو خوب. خیر چی شد؟ تمام، روزنامه را گرفتیم. بسیار خوب. امروز رفته امضا گذارید و راهبر روزنامه سوار شود. از همه مناسبش اوست. اما چی اما؟ پسرم، روزنامه هم کارخانه نیست؟ یا با کتفت کامیرا گرفته مخبر شو گفتیم؟ نه، گاه رفته همچون وکیلی راهبر خود را نشان میدهی. تمام. گوش کن، سرلوحه و خبرها را قرارگاه آماده میکند. چرا اما میگویی؟ فهمیدی؟ آیسته ایاز، آیسته. اکا طاقت کن، کمی دیگر طاقت کن. برخیز، رفتیم. کمی دیگر رفتیم. یا بسم الله. رفتیم. زود ای خدایا. در این راننده که شده است. شاید گریخته باشد. نمیدانم. کسی نیست. به فکرم گریخته است. از قفا صدا می آید. در آکشا. خانم گل تا حال نامده است. فهمو. خوب. خدایا، بغیر از تو دیگر پناهی ندارم. به ایاز یاری ده. او را حمایه کن. به یگان مصیبت دچار نشود. برای حرمت امیر مومنان به او یاری ده. او را خار نکن. ما عاجز هستیم. تو برای اجرای همه چیز قوه داری. التجا میکنم، دعایم را رد مکن. قبول کن. جانان، لبای هنگامی رفتن پدرم بعضی چیزها گفت. مگر تو از اویله دار شدن دست کشیدی؟ با من کمی وقت در کار. مشکلی بسیاری داریم. نمیخوام که سراسیمه شوم. همه کاری کلان رو به عهده گرفتم. با تشویش خانه دار شوی توکل کرده نمیتوانم. میفهمم. حق هستی. نمیخواهم که تو را مجبور کرده غمگین کنم. اما پدرم را میدانی. او نمیخواهد که همه چیز بر وقت عملی شود.
ما باید بفهمونیم. خوب، من در کار شاهراه به تو یاری میدهم و تو کمی سبک میشوی. همین طور مراسم خردی فاتحه را کرده میتوانیم. این برای شناختن همدیگر فرصت میشود. چی فکر داری؟ فکر میکنم اما التماس مجبور نکن. به این همسرم درنگ شده است. باید من فکر دیگر چیزها رو نیز کنم. فهمو، اختیارت. در واقع پیچیلی چی شد؟ کارها در چی احوال است؟ امشب همراه بودیم. فکر میکنم که خوب است. خواهشم را اجرا میکنم. یعنی من چیزی را که خواهم همان را میکنم. اکا سخت ترسیدم و فکر کردم که مرا میکشد. نوبکار به طرف پایان گریخت. به پایان. به طرف پایان رفت. حاضر من دست و پایت را میکشایم. اکا زده مردی را بیهوش کرد و مرا با خود برد. سخت ترسیدم. او را پیدا کنید. خواهر نترسید. همه آنها را دستگیر خواهیم کرد. یک طرفی. تو چی کار میکنی؟ دور شو. سلاح را با من ده. تو چی کار میکنی؟ گپ نزن. سوار شو. سوار شو گفتم. ببخش مرا اکا. ایاز من در اینجا میستم. تو قفا گرد. فهمیدی؟ نمیشود. تو را تنها نمیگذارم. من اکا باید دکتر یابی. احوالی تو خوب نیست. راه گشته میتوانی؟ میتوانم ایاز. میتوانم. رفته. یگان کار کرده باید به جانان مانع شوم. پیچلی نابکار. با تو هم حساب و کتاب میکنم. سواش چه داری؟ خوبم. گذرشین. از تو یک چیز میپرسم. بپرس برادر. پیچلی گفتنی زن رو میشناسی ها؟ پیچلی؟ پیچلی میشناسم. رویش رو ندیدم اما رفیق خوب هستیم. چگونه انسان است؟ سواش جان مرا میدونی که از قفای آدمان گپ زدن رو دوست نمیدارم. عجوزه است. حتی از عجوزه هم بدتر. بی وجدان است. ذره رحم ندارد. فهمو. اما سند را به تو چی خیر داد؟ آخر مقدارش چنان بلند بود که پرداخت کرده نمیشد. چی خیل برگردان بتوانستی؟ اوف باز حجت است. قمار بازی کردم. پول بسیار را برد کردم. با همین طور پرداخت کردم. راضی شد. سواش جان میدونی که چون این آدمان پول را بسیار تر قدر میکنن. همین طور نیست؟ فرهاد باز خون ریخته است. خدایا هوا خنک شده ایستاده است. مرا انتظار شد. به یگانجا نرو. مایلش
رسمی پدر و مادرم، دادر و خواهرم. با اونجا میرویم. رفتیم. کوشش کن. یک بار دیگه. آیسته. 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 ایاز لابای چیزهایی که در جای من بود تو گرفتی؟ من گرفتم. چی شد؟ یک چیزی دیگر هم بود. شاید افتیده باشد. این است. بله. اویلات است. همه‌شون را از دست دادم. اکنون دیگر نیستند. باید بند رو عوض کنیم، اما دوکه برای بستن تمام شده است. همه جایم درد میکند. به فکرم به آخری راه آمدیم. تو مرا مانده رو. بیرو. هرگز تو رو ترک نمی کنم. با تو بیرو گفتم. در آخر هر دویمون رو پیدا خواهم کرد. اقلا تو خودت رو نجات ده. بیرو. هرگز نمیروم. نمیروم. ترک نمی کنم. برای چی؟ چون که تو مرا نپرتافتی. برای مرا نجات دادن خود رو زخمی کردی. من هم تو رو نمیپرتویم. مرد بودایی. من تو رو خطا فهمیدم. ببخش. برای چیزی بخشش نپرس اکا. اکا سخنی زیباست میتونه دل انسان را گرم میکند. من بعد مرا اکا بگو. اکا یگیت. میگویم. البته میگویم. تو اکا یگیتی من هستی. تو هم مرا دادرت شمار. دادرم اکا. مادامی که همین خلاص باید داروی پیدا کرد، وگرنه تو باورده نمیتوانم. ایاز رفته دارو بیار. رهو. فهمو اما باز نمیری اکا. تا آمدنی من تو بیار نمیری. نمیمیرم. خدا خواهد نمیمیرم. رهو. کاش که دادرم می بودی. کاش که. بیرونی. در کجایی اپا؟ در کجایی؟ سلام. با من دوکه زخم بندی لازم است. فاز چقدر میخواهی؟ آبی اکسیژن دار، یود و ملهم، اینچنین آنتیبیوتیکی خوب لازم است. دنجز یگون که زخم برداشته است. نه.
زنم کودکش را افتاند، خونی بسیار می رود. برای دادرم به بیمارخانه ببر. آخر تو چیکار هم میکنی؟ تو؟ الو؟ الو، تو در کجایی؟ پلیس کافت و کاو میکند. ایاز فرار کرده است اما تو در بین نیستی. جناب مرا گوش کن. برای ایاز شینگول حکم پران دادم. تو هم از سطح این کار شو. هر کجایی که دیدی پران. فهمیدم جناب. امر پروندن رو داده است. خدایا باید آنها رو پیدا کنم. آنها کجا شدند؟ اکا یگید خوب نرو اکا، خوب نرو و خود بیا اکا یگید. با امر کلیج دهن با نظارت میگیرم. تمامی پلیس ها از حاضر سر کرده به من اطاعت میکنند. تمامی معلومات اول به من خبر داده میشود. فهمیدید؟ بله فهم خون. اکا یگید خوب نکن. چشمانت رو کشو اکا. باید کسی رو یابم که کمک کند. اما کی؟ لبای جانم. الو؟ ایاز؟ در نزدت کسی هست؟ نه نیست. در کجایی؟ جانم حالا مرا خوب گوش کن. باید به من کمک کنی. فهمو گوش میکنم. اگر به نزدیک جنابی سواش آمده باشد حالا آن کس نیستند. میدونم کمی پس میآید. به من گفت که در حجرش انتظار شوم. فهمو. الو لبای جنابی سواش. به من یک حجت میآید. وقتی که آمد با بالای میزم گذارید. آمد جناب، با بالای میزتون گذاشتم. باز خانم بیاز هم آمدن و حالا در حجرتون است. بیاز؟ دختری دیوانه. چیزی را بهانه کرده او را دفع کن. با من دروغ گفتید. جنابی سواش در حجره هم انتظارشان نگفته است. لطفاً به بیرون بروید. یعنی دروغم فاش شد. مرا ببخشید. خواستم بختم را بسنجم. التماس به بیرون بروید. اپای گل تو هول نیست. اپای گل در کجایی؟ الو سلام، من جانان هستم. با من وعده داده بودید. حالا هم اجرا میکنید؟ دویمو جای ایاز رو فهمیدم، اما به یاری شما احتیاج دارم. زود به نزدی من بیا. زود. حجت را در کجا گذاشتی؟ در بالای میز جناب. در اینجا نیست کو؟ یا اینکه آن دختر کیست؟ همان. ای خدا،
بیاز 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 فهمو چی بگویی؟ بسیار دغل هستید جنابی سواش. من بیاز. تو بیاز حجت رو میجوید؟ آن در دستی من است. آن را به اینجا بیار که تو را میکشم. ترسیدم. من نه شما میآیید. سراغه را میگویم اگر خواهید بیایید و حجت را گیرید. بگو سراغه را بگو. به شما لباس آوردم. تشکر. جانان، این دختر باوریناک است. میدانی که من میدونم باوریناک است. خواطر نشو. برای مرا نجات دادن جانش را در خطر گذاشت. اگر او نمی بود حالا من زنده نمی ماندم. با سبب من حالا او جان می کند. در تمام شهر تو را جستجو می کنند. حکم پران دادند. کی؟ تو از کجا شنیدی؟ آخر شنیدم. یگان جا بی خطر نیست. اینجا هم. اکنون چیکار میکنی؟ من پروای چیزی را ندارم. باید اول او نجات یابد. اکنون او یک مدت خواب میرود. داروها را اینجا گذاشتم. طرز استفادهشان را نوشتم. من باز خبر میگیرم. در واقع انا این کارت من. رقمهایم نوشته شدن. حالتی فوری شود زنگ زنید. فهمم. خیر، خدا شفا دهد. تشکری زیاد. من هم باید روم. نرو. باز کمی دیگر ما. نه، بیا گفتی آمدم. حالا باشد باید روم. باید صحبت کنیم جانان. سوالهای زیادی سرم را گران کردند. تو چرا دیگر شدی؟ چرا این طور رفتار میکنی؟ من با تو کاری خطایی نکردم. درست بعضی چیزها را از تو پنهان کردم، اما با پدرت وعده داده بودم و حالا این همه مهم نیستن. میتونم همش را به تو فهمانم. نه، نمیخوام گوش کنم. التماس این طور باشد بگو که من تو را دوست نمیدارم. بعد از این رفتارات حیران نمیشوم. مرا سرده. بگو تو را دوست نمیدارم. بگو سرده. گفته نتوانستی. دیدی گفته نتوانستی. یعنی مرا دوست می‌داری. دوست می‌داری. یگان کس هست؟ در اینجایم. به طرف آوازم بیا. بازی را بس کرده، چراغ را فروزان کن. چی کار میکنی؟ بازی چشم پوشک دارم تا احوال آن کودکان را بفهمی. با آن کودکان چه علاقه دارم؟ مکتبها را من محکم کردم. روشن کن، روشن کن. بله تو محکم نکردی، ولی میتوانی کشایی. کمک میرسانی. لفافه دزدیده از کجاست؟ من دوست نیستم، توی دوست. انا در اینجاست. آن را به من ده، به من ده. گپهایم را خوب فکر کن جنابی سواش. لفافه را به من ده. در زمین گذاشتم، خودم میروم. هم لفافه و هم برآمدگاه را خودت یاب. ولی فراموش نکن تا راضی نشوید تو را آرام نمیگذارم جنابی سواش. بیاز، چراغ را افروزان. بیاز! انسانی خوب شو، در دل چراغ افروزان جنابی سواش، وگرنه تمامی عمر کردیل میمانی. خوش بیمان.
جانم اوه خانم جانان، آفتاب از کجا برآمد؟ مرحمت بیا دخترم. اکا دختره که کمی پیش آمد تو را نجات داد. جانان میدانی که دختری دوست داشته من است. او جانان او تو را نجات داد، اما بعداً حادثه ناخوشی شد که تو نمیدانی. مرا ترک کرده رفت. اگر تو نمی بودی اکا، اگر تو نمی بودی من به این تاب نمی آوردم. از این درد می مردم، محو می شدم. من او را دوست می دارم اکا، بسیار دوست می دارم. بله گوش میکنم. به چه قرار آمدی؟ لباس عروسی یا اینکه کلیچ التماس؟ قرارم لباس عروسی است. با پسرت آیله دار می شوم. حتی فاتحه هم شرط نیست. هرگاه می توانیم نکاح کنیم. بسیار خوب. بین قرار درست برآورده ای. لیکن یک شرط دارم. شرط دارم؟ به کلیچ دهن؟ خیر، شرطت چی بوده است؟ بله، من میخواهم که کلیچ دهن شخصی رو ببخشد. کی را؟ من با تو هم در زیر نظارت من هستی خانم ایپک. اکنون می توانی که شرطنامه کرده امان را بیدرانی. یافتم. همین است. دخترم شرطت را بگو. جان کی بخشیده شود؟ ایاز. چی؟ یا ایاز را میبخشی من با پسرت آیله دار میشوم، یا اینکه در همین جا میمیرم. شرط یگانه هم همین است. برای با پسرت آیله دار شدنم جان ایاز بخشیده شود. فهمیدی؟ آیا تو میدونی چه حرفی ایستاده ای؟ مرکز آموزش زبانها مودرن امریکن سکول
бо усули наву замонавӣ, муаллимони забонҳои хориҷӣ ва бо таҷриба дар кӯтоҳтарин муддат ба шумо забонҳои англисӣ, русӣ, хитоӣ ва невисиро бо тарзи осон меомӯзонанд. қабули довталабон аз 30 май оғоз мегардад. кӯдакони аз 35 сола боло барои тайёрӣ ба мактаб метавонанд дар маркази мо забонҳои хориҷиро омӯзанд. довталабоне ки аз дигар вилоятҳои ҷумҳурӣ ба мо дар тамос мешаванд, дар 3 моҳи таътили тобистона ба онҳо ҷойи хоб, лавозимот ва шарту шароити дарсӣ муҳайё гардонида мешавад. курсҳои мо аз 3 то 6 моҳ давом дорад. довталабони муҳтарам, оё мехоҳед ки таҳсилро дар давлати Русия аз ҷумла шаҳрҳои Пенза, Краснодар, Красноярск ва Якутия бо тарзи буҷавӣ ва шартномавӣ давом диҳед? пас ба мо дар тамос бошед. телефонҳо барои маълумот 917 48 85 30 ва 987 88 26 00. суроға шаҳри Душанбе, маҳаллаи Зарафшонту, дар маркази савдои Оли Раҷаб, маркази омӯзиши забонҳо Modern American School. Шиёр ба 0023 ва 0024 занг занед. коди мусиқиро гирифта тугмаи даъватро пахш намоед. قایدن این جهان آمدن و رفتن است بر همه پیر و جوان دلت یا چشمشم هرگاهی دردش میشم از برای خدا کشه دل بر دل کشمشم به تو خارو زارو و دلم غم دارو درد و علم دارو Для кого-то жизнь горка, для кого-то самый раз. Кто-то стоит на тормозе, а кто-то жмет на газ. У каждого из нас есть своя цель, свой метод движения, чтобы достичь этой цели и всеобщего уважения. Ты моя любовь, ты моя надежда, ты мой лучик света в кромешной темноте. Ты ангел мой, ты моя нежность, ты мои крылья, я птица на... Все мои мысли только о тебе. Теперь все так, иначе просто невозможно. Ты с первых дней проникла в сердце мне.